الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على البشير نذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قبلا از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند عاقبت کار همه ما بندگانش را بخیر، ایمانهامون را با سلامت نگه دارد. الله را بسیار سپاسگزارم و خیلی گویم خرسندی بیکنار فرام گرفته است که امروز البته در یک مکانی نشستم که در پهلوی چپ من روضه پیامبر نازنین من می ایستد. الحمدلله رب العالمین، خداوند سپاسگزار هستم و الله را دعا میکنم که خداوند این عبادت ها و این گویم هر یک زحمت ها و هر یک بیخوابی ها و هر یک جماعت هایی که میخوانیم خداوند با فضل کرمت قبول بگردانید. الله را دعاگو هستم که هر یک بنده ای که در دل این آرزو را دائم پرورش میکند یا دائم گویم این آرزو هوس و خواهش دارد، خدای مهربان خود وعده کرده است که هرگاهی که از من هر چی طلب کردین من شما را ناامید نمیگردانم. و الله مهربان هم دعاگو هستم که خداوند همه گذشتگان ما مردم تاجیکستان رحمت و مغفرت کند، بیماری هامون شفای کامل تید، مسافرهامون هر جا باشند خداوند صحت و سلامت نگهبانشون باشد و الله مهربان در ملک ما در وطن ما همیشه آبادی ها، همیشه خوبی ها، همیشه نیکی ها را الله مهربان حکم فرما نگه بدارید. آمین یا رب العالمین. الحال برادران و خواهران عزیز، در این لحظه هایی که اصلا بگیم ما روزمانه هم از پیشین میاییم یا از عصر میاییم دیگه تا نماز خفتن در همین داخلی مسجد پیامبرمان حضور دارم و همینجا می نشینم. گاه یکان نماز ها ما میخوانم، گاه یک صحیفه قرآن ما میخوانم، گاه با از این حالت های استفاده میبرم. بسیاری چیزهایی را که با چشم میبینم میخواهم که با اونها را مقصد برای شما گفته بگذارم تا که انشاءالله هر یک کلمه و هر یک جمله و هر یک سخن با انشاءالله برای هر یک گوش کننده یک تغییرات و یک فهمش نوی را بیدار میکند. آیتی را خواندم برادران عزیز از سوره مبارکه بقره، آیت 152. الله مهربان میگوید که فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. خدای مهربان میفرماید که فذکرونی اذکرکم، اگر مرا یاد کنید منم شما را یاد میکنم. یعنی اگر ما برادران عزیز با قلب هامون، با زبان هامون، با جوارح ما اگر الله مهربان یاد کنیم، ببینید الله مهربان ستایش کنیم، الله مهربان حمد گوییم، خدای مهربان میگوید میدانید که در عوض این حمد، در عوض این ستایش تان من برای شما چیکار میکنم؟ من هم شما را یاد میکنم. ببین من هم مقصد در عوض آن یادی کردگیتان، در عوض آنی که از من ستایش کردین، من برای شما پاداش و اجر نصیب میگردانم. در سوره اگر ابراهیم نگاه کنیم آیت 7 الله مهربان میگوید که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدای مهربان میفرماید که اگر شما از زمره بندگان شکرگزار من باشید، یعنی هرچی از خیر و خوبی که من برای شما دادم، ببینید حتی هر مشکلاتی هم که به سرتان آوردم، شما اگر من شکرگزاری کنید، ببینید من نعمتم را بر شما زیاد میکنم. ولئن کفرتم این عذابی لشدید.
اگر به شرطی که شما را گویم تنی صحتتان باشد یا شما را مقصد حالی خوبتان باشد، وقتی شما را از یاد من مقصد در فراموشی قرار میدهد، هر آینه عذاب من برای شما خیلی سخت است. برادران عزیز و گرامی، وقتی این آیت ها را میخوانی، در زیر این آیت های قرآن دانشمندهای ما میگن که همین حکم شکر گفتن از نگاه دین چی است؟ یعنی انسانی که علای مهربان وقتی گفت که وشکرولی ولا تکفرون، شکرگزاری از من کنید، آیا مقصد همین آیت دلالتی بر وجوب شکرگزاری میکند یا نمیکند؟ بله میکند. یعنی برگردن هر یک ما بندگان خدا، برادران و مادران خواهر عزیز، برادران و مادران و خواهران عزیز، یعنی از این آیت قرآن برمیآید که ما باید که الله مهربان شکرگزاری کنیم. ببینید، و الله مهربان ما را منع میکند که شما از زمره بندگان ناشکر نباشید. حتی حضرت نوح علیه السلام که یکی از پیغمبرای اولوالعزم بود، ببینید که چیزی که پیغمبری خود ما را خداوند در قرآن و اینک لعلی خلق عظیم گفت، یعنی ای پیغمبری نازنین، تو بسیار اخلاق زیبا و بالا داری. یعنی پیغمبر به اخلاقش الله تعریف کرد. حضرت نوح را میدونیم به چی تعریف کرد؟ گفت انه عبدا شکورا، حضرت نوح بنده شکرگزار بود. برادران عزیز و گرامی، چگونه که در مردم تاجیک ما دائم مصرع‌های در گوش‌های شما صدا دادگی است که شکرگویی نعمتت افزون شود، ورنگویی از کفت بیرون شود. یعنی شکرگزارها همیشه به همه نعمت‌های الهی رسیدند، ولی کسانی که الله را شکرگزاری نکردند، اونها همه داشتگیشون از دست دادند. برای همین خداوند دادرها و خواهرای عزیز سپاسگزاری کنیم. و چی؟ ببینید، نعمت دین، نعمت اسلام، خب الله مهربان برای ما و شما داده است. بر این ما و شما باید شکرگزاری باشیم. نعمت تن صحت، نعمت تن صحتی که الحال ببین چشمهای ما مثال میبیند، گوشهای ما میشنود، خب بینیهای ما بویدن احساس میکند و همچنان قدمهای ما و شما برادر عزیز قدم میزند، دستهای ما و شما گراه هست. ما برای این نعمت باید شکرگزاری کنیم. شکرگزاری کنیم که الله مهربان در قرآن میگد ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم از سایر مخلوقات از همه بالاتر و بهتر و افضلتر ما مقصد آفریدیم. ما بر این نعمتی که ما انسان هستیم و خداوند این اکرام و عزت برای ما داده است، ما برای باید شکرگزاری کنیم. دیگر نعمت‌هایی که ما باید شکرگزاری کنیم. برادران عزیز، من در اینجا میبینم مثال بسیاری از مردم، من اینجا برای ایرادگیری نآمدم، من برای تنقید کردن کسی نآمدم، لیکن الحمدلله وقتی آدابی را که در مردمی خودی مردم تاجیک خودمون میبینیم، خیلی برادران عزیز فرق کننده است. مردم ما حقیقتا دارای آداب است. باور کنیم برادران عزیز، در همین جمع میبینیم محبتی که اولی بعضی برادران میگن که مقصد هر یک شهرها را نام میگیرن و میگن که مسلمانی در همون جا هست. باور کنین دادرها خواهرای عزیز، این محبتی که ما و شما داریم، این اسلامی ما و شما داریم، در مقایسه هر کسی که گذارین، من ایرا باور کنیم با یک باوری کامل، با یک باوری تام میگم که انشاءالله ما برتری داریم. ما الحمدلله رب العالمین که اسلام ما و شما جدی است، اسلام ما و شما رویکی نیست. چقدر آداب خوب داریم، چقدر زبانی نرم داریم، چقدر با یکدیگر احترام داریم، چقدر مثال رحم یک کس میخوریم. ببینید چقدر میخواهیم که در برای یک انسان یک کمک کنیم. برای همین این نعمت هم برادرای عزیز و گرامی همیشه سپاسگزاری کنیم که در هر یک جهت های اخلاقی هم ما از بسیاری انسان ها فرق میکنیم. دیگر نعمتی که برادرای عزیز شکرش باید کنیم، این باز میگردم. اگر چندی که
شاید برای بسیاری ها یا که بعضی انسان های شاید گویند که خیلی خلاص نمیفهمنده گویم یا اینکه در همین حالت آلی نافتیدن چخیلی که پیغمبرمون میگد به قدر تنی صحت آدمی مقصد بیمار میرسد یا به قدر مقیمی مسافر میرسد یا به قدر حیات مرده میرسد. لیکن نعمت برادرای عزیز آرامی. شما امروزها جنگ هایی که الحال دیدید چقدر سرگردانی ها در دولت های اوکراین، در دولت های روسیه، در دولت های مثال همسایه ما افغانستان و دیگر دولت هایی که خیلی ناراحتن، ناآرامن، سرگردانن، گویم یک قسم به قسم جدا شدن. پدرش مثلا در اگر شهری فرانسیا باشد، خب خواهرش در شهر ایتالیا است. یعنی هر یک آدم را همین جنگ ها برادرای عزیز پراکنده کردن، از ملکاشون به ملک کردن. ما الحمدلله رب العالمین این نعمت امروز داریم که خیلی و خیلی خداوند سپاسگزاری کنیم و دائم باید علل خصوص در همین خیلی موضوع ها ما باید دعا کنیم که خداوند همین نعمتش در بالای مردم ما و شما نگاه دارد، ما را سرگردان نکند. من امروز با یک برادر همنشین بودم که میگه 40 سال شد که من در همین داخل مدینه زندگی میکنم. 4 سال آخر شده است میگه که سر یک آدم برای آنه که این دولت مقصد این دولت یا مردم افغانند، این دولت برای آنه که در همین جا حق زندگیش بتد سر ماهی $250 برای از خودش میتد، $130 برای یک کودک میدکش میتد. شما ببینید برای چی؟ برای آنه که تو در همین زمینی من زندگی میکنی، تو باید هر ماه $250 مقصد حق این زمینی ما را بتی. خدای مهربان شکر میکنیم که ما جای داریم و ما مکان داریم. با یک برادر کردی هم من در پهلوان بود مثال هم صحبت شدیم و هم از بیملکی. شما میدونید که مردم کرد هم یعنی وطن ندارن. در اینجا کردها خیلی زیادن، عجایب لباس پوشی ها دارن، یعنی لباس های همون میلی های خودشون رو میپوشن. من با یکش صحبت کردم، میگد که من مثال در کردهای ترک هستم، در ترکیه هستم، خیلی آفت و زحمت و مشکلات بالامون زیاد است. یک قسمان مثلا در عراق است، یک قسمان در دیگر جا است. مردم امریکا فریب ما کردن که ما برای شما یک وطن، یک ای خاک همی سوریه یک قسمش میگیریم، شما را در همونجا میشنانیم، یعنی شما را هم چون ملت اعتراف میکنیم گو ما را دروغ گفتن، حاضرم پریشانیم. برای همین برادران عزیز و گرامی این نعمت ما باید شکر گزاری کنیم که حاضرین همینجا من یک روز دو روز است، یک هفته است میدانم الکی پشت این چکار میکنم، بار و بارگم هم میگیرم، الکی خانه معلوم است، ادرس معلوم است، میبرم میرم مقصد دیلکم پر باز مثال یعنی جا دارم، شرایط دارم، وطن دارم، ملت دارم. برای این ما باید برادر عزیز همیشه الله مهربان سپاس و شکر کنیم. خداوند خاتمه‌مون رو بخیر کنه، ایمانمون رو با سلامت نگه داره و الله مهربان هر یک مرادها و مطلوب‌هایی که داریم حاصلش گردونه. به قدر این آیات‌های قرآنی که ما را الله مهربان سپارش داده است و واجب گردانده است که هر کدام تو باید شکرگزار باشین، ما باید به قدر این نعمت‌ها برادر عزیز برسیم. در آخر الله مهربان بازم دعاگو هستم که وقتی خوش و تن صحت و ایمان کامل نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.